من اگه دختر بودم هیچ وقت شبا دیر نمیخوابیدم. ببین دخترم، وقتی شبا دیر میخوابی هورمون کورتیزول چند برابر میشه. کورتیزول چند برابر و زیادتر یعنی پریودی های نامنظم. حتی بعضی از خانوما هستن وقتی یه خبر بد بهشون میرسه کورتیزولشون بلافاصله افزایش پیدا میکنه، توی شوک میرن و باعث میشه پریود بشن. این یکی از عامل‌های پریود نامنظمه. وقتی کورتیزول تو زیاد میشه میل به شیرینیجات تو زیاد میشه. صبح از خواب بیدار میشی، شیرینی میخوای، پرخوری میکنی، چاق میشی، هیکلت به هم میریزه و خیلی از خودت ناراضی میشی و عزت نفستو کم و کمتر میکنه. وقتی کورتیزول تو بالا میره یعنی قاعدگی های نامنظم و خلق و خوی نوساندار که باعث میشه خیلی از فرصت های خوب زندگی، کاری و رابطه ای رو بسوزونی و از دست بدی. کاری به انواع و اقسام بیماری های زنانه ای که سمتت میاد ندارم. اما اگه من دختر بودم هیچ وقت شب دیر نمیخوابیدم. ویدیو رو بفرست واسه هر دختری که واسه مهمه، ارزشمنده و بهش یاد بده که چه شکلی زندگی بهتری داشته باشه. اگه دوست داری کیفیت زندگیت بالاتر بره پیج منو داشته باش. خیلی عشقید. دمتون گرم.